سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان گلم. امیدوارم که همگی سلامت بشید از زنم. من روی این تخته کارال میخوام مرغ مجارستانی درست کنم که خیلی عالیه بچه ها. هم با این تخته میشه روی گاز گذاشت و زیر شعله روشن کرد و مرغامون رو اینجور درست بکنیم، هم میتونیم به عنوان تخته کاری ازش استفاده بکنیم، سبزی خوب کنیم، گوشت پاک کنیم، هرچی که میتونیم ازش استفاده ببریم. اولی دامارای اینو میگیریم. ببینید بچه این نیمالیم هم خش نمیفته، خب چون از تیتانیوم درست شده و خیلی عالیه. من 2 مرتبه میگم خدمتتون.